شکایت باور نکردنی و عجیب نغمه از شفیق مرید و منگل شوهر سابقش. نغمه در کجا زندگی می کند؟ دلیل بستری شدن نغمه چی بوده است؟ اکنون صحت نغمه چگونه می باشد؟ و تازه ترین حرفهای نغمه درباره شوهر سابقش. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. نغمه هنرمند سابقه دار یکی از محبوب ترین و مشهورترین هنرمندان در هنر موسیقی افغانستان می باشد. خانم نغمه کارهای هنری خود را از سن نوجوانی آغاز کرد و در آن زمان یکی از منصبداران در نظام پیشین افغانستان بود. نغمه از ولایت زیبای کندهار بزرگ شده شهر عینومی نمی باشد. نغمه با منگل همکار هنریش که در تلویزیون ملی آشنا شدن ازدواج کرد. نغمه و منگل برای مدت طولانی با هم زندگی مشترک داشتند. وی از منگل دارای 5 فرزند می باشد. ولی دیر نگذشت در سال 2006 با آنکه نغمه در کشور امریکا زندگی می کرد از منگل جدا شد و به بار دوم ازدواج کرد. ولی تاکنون منگل در یاد و فراق نغمه نشسته است و ازدواج دوم نکرده است. نغمه یک دختر خود را برای شفیق مرید داده است و در عقد شفیق مرید می باشد. ولی این روزها خبرهای در صفحات مجازی دست به دست شده است که نغمه در حالت بدی در شفاخانه در امریکا بستری بوده است. اما تاکنون حقیقت این ماجرا به گونه واضح و آشکارا معلوم نیست. ولی من آرزوی سعادت و سلامتی برای این هنرمند از بارگاه عزت منان خواهانم. ولی در تازه ترین برنامه های نشر شده از طرف نغمه و شکایتی از منگل شوهر سابقش و شفیق مرید کرده است. اما دلیل این کار نغمه معلوم نیست. ولی هر کس خودش میداند و زندگی شخصیش. من از بارگاه عزت منان آرزوی صحت و سلامتی برای نغمه و منگل شفیق مرید دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقه‌مندان نغمه و منگل به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. سعادت و سلامتی آرزوی همیشگی من برای هر یک از شما خوبان است. تا درودی دیگر، بدرود.